یکی از جنبه‌های خودشناسی ملی دانستن تاریخ نیاگان است. تاریخی که به ارقام و دلیل‌ها تکیه می‌کند. تاریخی که نشانه از عمر برده گذشتگان ما است. در برابر شناخت تاریخی دانستن فرهنگ و تمدن و صنعت از بالاترین دانش‌هایی هستند که انسان آنها را داشته می‌تواند. شخصیتی را که امروز معرفی می‌کنیم یکی از دانندگان خوب صنعت ملی تاجیک است. او در پیراهه زندگیش تلاش نموده تا نازکترین پهلوهای صنعت ملی را آموزد و برای معرفی آن سهم بگیرد. یکی از بهترین تحریر کنندگان همین ردکشن بودند. حرمت احترامی بلند داشتند. برزم این یک ادیب خیلی سرمحسوب هستند. در صحبت چنین شخصان نشستن برای هر یک نفر دولتی بزرگ است. شهاب‌الدین حق‌نظر زاده یکی از دیه‌های زیبای تاجیکستان عزیز است. او به زمان کودکی خود از دریچه یادها نظر می‌افکند. آن زمان را همچون یک افسانه زیبا می‌نگارد که خیلی پاک و بی‌آلایش است. کودکی خود افسانه است. پیش از همه وقتی که انسان به دنیا آمد، وقتی که با چشم حیرت زندگی را دید و به صداهای خوش و به صداهای ناخوش گوش داد و آدمان مثال گوناگون را واخورد و همصحبت شد، این خودش یک دنیای دیگر است. زمان نورسی شهاب‌الدین در دیه سپری می شود و چون او می گوید اکثر هنگام در پهلوی پدر در سری تپه و کوه‌ها بود و از زیبایی طبیعت وطن لذت می برد. همنوا با چشم ساران شعر می خواند و با گل و سبزه ها شادی می کرد. پدرش 10 مرده بود. با عصای چوپانیش نان می یافت و فرزندانش را تربیت می کرد. شهاب‌الدین که پسری چاقان بود از پهلوی پدر دور نمی رفت. همیشه چون عصای دستی پدر او را همراهی می کرد. من با پدرم در پسی همین بزو بغزاله گاو و گوساله گویا که دنیا را دیدم. در سینه کوه بودم. از چشمه ها آب نوشیدم. پیش از همه خوانش همین پرندگان را بسیار دوست می داشتم. با دیگر چیزی از همه خاطر ما برای من همون بود که وقتی که در کوه باشید و بسیار سرد باشد و انتظار می شدید که کی آفتاب تیزتر می برد. با نور خود شما گرمی می بخشد، روشنی می بخشد. این چیزا هیچگاه اجزاد من فراموش نمیشه. و پدرم رحمتی یک خصلت عجیب داشتن. اون گاز گاه با همه دوتاری همی خورد. نوازش میکردن و به کوه دیده میدوختن و بسیار اندیشمند در همین آهنگ بسیار گاه حزین و بسیار همین خاطرما من گویا که در زیر همین چقمن چوپانی این را گوش میکردم، خود به خود فرو میرفتم که عجب دنیایی که با همین صوت و نوای زیبایش هم زندگی را میتونه رنگین و به دل نشین رسانده تواند. و برای میگن که با عاشق وعده دیدار کافی است، به شاعر بیت جوهردار کافی است. تو را دنیا بس است ای بنده نفس، مرا سنگ از این کوهسار کافی است. همون سنگ، گل و گیاه، همون بورسایی که بود ما با آنها گویا که در کودکی شما با آنها هم صحبت میشید، با آنها همراز میشید، آن را با چشم همین مهر و محبت مینگرید. برای همین وطن از همینجا سر میشه، سرچشمه میگیرد که شما همین سنگ خود، خاک خود، دیار خود با چشم عشق و محبت مینگرید. شهاب‌الدین در سن 9 سالگی به مکتب می رود. از بس که از پای همسالانش دیر کرده بود، معلمان برایش شرط می‌گذارند تا در یک وقت کوتاه برنامه‌های درسی نبوده‌اش را از خود کند. شهاب‌الدین که ذهنی تازه داشت، زود خواندن و نوشتن را از خود می‌کند و همسالانش را در می‌یابد. نقش آموزگاران مکتب را در زندگیش بزرگ می‌داند، زیرا محض توجه آنها و کوشش و تلاششان توانست از یک نورس ناتوان طلبه زیرک و دانا را تربیت نمود. بسیار خاطرمان بود که من حتی آمدم که الکه الفبا را تمام کردن، به کتاب خوانش گذاشتم، لیکن من حالی در اونجا نمیدونم که چیکار کنم و معلمم
گفت که ما نمیتونیم اینو قبول کرد، لیکن با نمیدونم رحم کرد که به من بسیار نگاه کرده استادم، ما را قبول کرد، ولی در مدت کوتاه من با اونا برابر شدم. شهاب‌الدین هنوز از سالهای اولی مکتبخوانی و کتابخانه روی آورد. او بیشتر افسانه می‌خواند و خود را در جای قهرمان افسانه تصور می‌کرد. چی در خانه و چی در مکتب برای دادر و خواهران و همدرسانش افسانه می‌خواند و نقل می‌کرد. چیزی از همه برای من عجیب و عزیز همین خیر شد که وقتی که من مکتبخوان شدم به افسانه رو آوردم و کتاب افسانه در اونجا من گویا که همون قهرمانای جستجو میکردم، قهرمانی میافتم که گویا که من خودی من باشم آنها. این بعد بسیاریش در خاطر میگرفتم، با دوستان یک جا میشدم، من اون افسانه های با اونا نقل میکردم، اونا با همین گاهی با شوخی و گاهی با ظرافت و گاهی با خاموشی گوش میکردن. اینم برای من معقول بود. از همون وقتی که من مکتبخوان شدم از کتاب کنده نشدم. کتاب هم نفس و یار و همدم من بود، برای که شبها وقتی که همه که خواب میرفت من کتابخوانی میدونم، بعد گاه جنگ و جنجال هم میکردن که تو بسیار چراغ یا فروزان مونی این قطره کتاب میخونی خواب نمیکنی، به خواب دیگر رو خلال میرسونی. از این جهت هم عادت کردم و به این چیزم یک صحیفه تازه زندگی من گویا که دریافتم. بعد کتاب خصوصیتی از همه بهترینش همین که بهترین همصحبت، بهترین یار شما است. این برای شما با شما جواب نمیتید، شما ایراد نمیگیرد، با شما جنگ و جدال نمیکند، فقط شما از او چیزی میگیرید، از او دانش میگیرید، از او یک جهان دیگر پیدا میکنید. پیش از همه شما میدونید چرا میبینید؟ جهان رو هر رنگ میبینید. او میگوید توصیف‌های بالایی حتی خود نمیدانست که کدام اختصاص را انتخاب منماید. نزدیکانش باشد اصلا نمیخواستند که او به شهر رود و صاحب معلومات شود. آنها میخواستند تا شهاب‌الدین نیز چون پدرش دهمرده شود و از برشان جدا نباشد. راستیگه هم تو اگر من راست گویم من فکر نمیکردم که آینده کی میشم، کجا میرم و خواندن من تا کجا ادامه مییابد. در همون وقتی که من کتاب میخوندم در همون یگان کار میفرمیدن دستیار که بودم برای پدر و مادر و برای بابای بیبی، اونا نمیخواستن که من کتاب کنم. حتی گاها با طنز یا با همون شدت میگفتن که چی میشه رنگ پدرت چوپان میشید. اما این چیزای خاموش گوش میکردم. حتی لحظه بود که کتاب رو از دستم گرفته خیلی دور میپرتافتن که اگر دیگه کتاب نخونم. همین گونه محبت به استادان مکتب شهاب‌الدین را وادار می‌سازد تا آموزگار باشد. با مقصد آموزگار شدن به شهر می‌آید و حجت‌هایش را به دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان، فاکولته تاریخ فیلولوژیا در بخش ژورنالیستیک می‌سپارد. وقتی که من آمدم اینجا داخل شوی به نمیدونستم چه، لیکن می‌خواستم که یک معلم باشم. برای چی؟ برای که معلم شخصی هست که با آن آدمایی که طلبه‌هایی که جمع میشن با اونجا درس می‌آموزن یک مهر و محبت، صداقت وطن و وطنداری و مهر و محبت زندگی را در دل اونا جا میکنن. خودی همین من بعد دیگر این که اونها با همه لباس پوشی، با سخنگویی و با همه فکر و اندیشه خود کس را به حیرت می آورد. در دیهه ما از همه آدمای معتبرترین معلم بودن. برای همین هر کس آرزو میکرد که من به مانند همین معلم شده باشم یا نه. اما برای همین معلم شدن اینجا آمدم، لیکن کارم برار نگرفت. لیکن پس از چند وقتی که اومدم بادوه شدم، بعد چند مقاله که من درباره همون که طبیعت نوشتم، درباره همین شخصان علایده نوشتم، در گزیده چاپ شد. این برای نوشتن با من جلب کرد. من بیشتر به نوشتن دادشتم و آینده میخواستم که روزنامه نگار شوم. استادان دانشگاه هنوز از روزهای اول دانشجویی کوشش میکردند تا شاگردانشان در ایجاد مهارت داشته باشند.
او یاد دارد که چگونه واحد اسراری برایشان بابت فصلهای سال وظیفه داده بود و او زمستان را تصویر کرده بود. وقتی که ما در همین گروه ژورنالیستی می‌خوندیم، معلم اسراری گفت که درباره فصلهای سال نویسید، لکه یگان کس درباره زمستان ننویسد. من دیدم که زمستان تنها میشه درباره زمستان نویسم. و دیگه گفتن که این اشتراکی جنگ است، بسیار در زمستان عذاب کشیده است، برای همین کسی که در زمستان نویسد و ممکن که معلم به غضب باید، حتی ممکن از دانشگاه خارج هم کند. ولی بعد دو هفته اومد چیزا گفت که درباره زمستان کی نویسته است. من از جایی که خواستم اصلا مقفا گفتم که بعد کمتر موی سرم کلام بود و کمتر با یک حال پریشان بودم. گفت که خودت هم رنگ زمستان خنکی. ولی گفت از همه روز عبارت گفت من زمستان هم دوست داشتم. در یک زمستان گفت که همه درباره بهار ترما نوشته، تابستان خیلی کم، لیکن درباره زمستان بغیر از من هیچ کس ننوشته بود. این یک مهر، محبت، یک باوری به خودتان میشد که من میتونستم که در چیزی که هیچ کس ننوشته در همون لحظه که باید تنها مونده زمستان ما همراهی باید شدم، هوایی را تصویر کرده توانستم. معلم گفت که من از همین روز عبارت زمستان رو دوست میدارم. من اونقدر خرسند بودم که حسابش کنم. همین گونه محبت به قلم در ضمیرش بالا میگیرد و به نوشتن مقاله و قصه آغاز میکند. بعد ختم دانشگاه به خانه رادیو به کار میآید و چون او دوستدار صنعت بدیع بود، برایش اداره موسیقی رادیو را توصیه میدهند و همین گونه آغاز میگردد فعالیت ایجادی شهاب الدین حق نظر. من بسیار سرود موسیقی را دوست می‌داشتم و بسیار آرزو می‌کردم که با همون هنرمندان معروف شناس باشم، روبرو باشم، بس آنها را از نزدیک ببینم و این چیزا میسر شد به من. و وقتی که من به اداره موسیقی اومدم، من گفتن که شما که به شعر و به همون چیزا محبت زیاد دارید، شما پیش از همون ثبت هر یک حافظ میتونه شعر اونا ببینید و بعد اجازه دید که اونا ثبت کنن، کار ما بیهوده نشود. و همه چیز الکی من بسیار وادار کرد که باز درباره شعر و شاعری بیشتر خوانم، بیشتر دانم و بیشتر آموزم. و هر یک شعری که اینا میخواستن که ثبت کنم، من پیشکی اونها برده با همون اصلش مقایسه کنم، ببینم که همینا درست است یا نیست. من وقتی که کمتر عروض را که نظم می‌نویسم، از روی همون وضع الکی میتونستم که خطاگی هر یک غزل، هر یک شعر رو گفته توانم که این به من بسیار کمک کرد این چیز. بعد دیگر اینکه من با همون هنرمندان معروف شناس شدم، آنها را از نزدیک دیدم، محبت خود را در سرود موسیقی پیدا کردم، برای که موسیقی زبانی آزاد هنرمند است میگویند، بی سبب نیست. شما بیشتر گپ زده میتونید، نوشته میتونید، همه کار میتونید، لیکن در آهنگ مهر، محبت، صداقت خود را افشا کردن بسیار مشکل است. این چیز را فقط میتواند که هنرمندی هم بسیار اصیل، هنرمندی بسیار والا مقام به شما پیشکش کند و شما را به خود کشد، با سرودش، با سخنش، با هنرش هم سفر کند. روزگاری که شهاب الدین به رادیو آمد، رادیو یگانه از مرکزهای ثبت آواز در کشور به حساب می رفت و این خاطر پیوسته هنرمندان معروف کشور مهمان این رادیو می شدند و به واسطه شهاب الدین با آنها کار می کرد و تجربه می گرفت. شهاب الدین در جوانی خود همصحبت اهل ادب و صنعت کشور گردید. دانش بای از خود کردهش برایش در این جاده کمک نمود. اکنون او را لازم می آمد تا در نگاه بزرگان ادب صادق بماند. درباره شهاب الدین من میتوانم فقط صدقاً گپ زنم، چون که در حیات سالهای 80 ما با یک جایگی با شهاب الدین همکاری داشتیم در موسیقی، در ردکسی، در سر ردکسی موسیقی رادیوی تاجیکستان. همون سالها برابر دیگر محرران که در همون ردکس کار میکردن، ملا شهاب الدین بسیار فعال بودند و گفتارهای موسیقی که ملا شهاب الدین می نوشتند و ثبت هم میکردند، همه وقت هر هفته در
تخته فخری جای میگرفت. شهاب‌الدین گفتارهای موسیقی که می نوشتن اگر نامگوی آنها را خاطررسان کنیم، اینها سرود زندگی، نواین، زل خمس، صوت و نوا و این گفتارهای موسیقی از طرف شهاب‌الدین چنان ماهرانه، چنان تاثیربخش، چنان همه طرفا دانشمندانه می نوشتن که با همه معقول می آمد. شهاب‌الدین میگوید که در جاده ایجاد برایش همکاری و دوستی با سیف رحیمی افردی کمک بیشتر کرده است. زیرا افردی زحمت قلمکشان را خوب درک میکرد و میدانست که آن چیزی که امروز نوشته می شود باید حفظ گردد. زیرا آن هنرمندان معروف امروز با مایند و فردا نه. این حکمت شهاب‌الدین را خوش می آید و او صحبت و اندیشه های هنرمندان را چنان حفظ می کند که بعدتر همچون کتاب پیشنهاد نماید. سیف رحیمزاده افردی آمد، یک چند مدت سرمحرر بود در ما پس از افغانستان آمد و زود با این مرد که ما اونس گرفتیم. این میخواست که در هر یک کار، در هر یک چیزی که در همین اداره موسیقی باشد یک نوگانی، یک تازگی پیدا کند و او بیشتر مرا وادار کرد که من بیشتر ایجاد کنم، نویسم. و یک سخنی و هیچ از یادم نمیرد، میگفت که تو باید چیزی نویسی که هم در رادیو صدا تید، هم در گزیده چاپ شود، هم کتاب شود. و برای که بیهوده نویستن در کار رادیو این باید هنر نیست، لیکن با هدف رسیدن، با منطق نویستن و چیزی نویسته اگر به خودت معقول شود و پسند آید و آینده یک کتاب شود، گفت این برد تو هست. شهاب‌الدین حق نظر یک نفری هستند که بسیار صمیمی، زمینی، خاکسار و دلاگاه. این از رویه انسان دوستی و یعنی آدمگری شهاب‌الدین حق نظر میگویم. وقتی من نخستین بار با شهاب‌الدین حق نظر ادیب شناخته، روزنامه‌نگاری بسیار ورزیده آشنا شدم، راستی چیزی نمیدونستم و اینه بود که به همین درگاه، به همین اداره به صفت محرر به کار آمدم و چون به اداره موسیقی اومدم، راستی بغیر از شنیدن چند پاره از موسیقی ها دیگر از چیزی خبر نداشتم. تنها با راه بلدی، راهنمایی و مصلحت و یعنی مصلحت و راهنمایی شهاب‌الدین حق نظر که اون زمان همچون سرمحرری اداره فعالیت میکردن، مرا به عالم موسیقی وارد کرد. من کسب خودم را دوست داشتم، همین درگاه را دوست داشتم، با آن خاطر که یک راهبری مهربان داشتم، یک راهبری دلاگاه داشتم، یک استادی بودن که از هر طرف گویا مرا تربیت کردن. از سال 1980 من هم که از استودیوی تلویزیون تاجیکستان در اونجا فعالیت میکردم، با رادیوی تاجیکستان من همین شعبه ثبت موسیقی اینجا به کار یعنی که گذرانده شدم. از همون سال سر کرده دیر نگذشته شهاب‌الدین حق نظرов به حیث محرر اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان یعنی که به کار قبول شده بود و راستی گپ من همچنین در هم دور یک کارگردان جوان و خوشبختانه در پهلوی خود یک نفر را یافتم که بسیار بگیم که هم فکر، هم عقیده، بگیم که همکار البته و با یعنی که ورود شدن این گونه متخصص، این گونه شخص یعنی که متخصص جوان در جریان کاری استودیوی ثبت آواز یک نفس تازه پیدا شد. در رادیوی تاجیکستان شهاب‌الدین حق نظر در وظیفه‌های گوناگون فعالیت نموده تا به سرمحرری اداره موسیقی رادیو می‌رسد و در این وظیفه بیش از 20 سال کار می‌کند. در این جاده او همیشه کوشش می‌کند تا بهترین هنرمندان را معرفی نماید و بهترین ابیات‌ها را از صحیفه‌های ادبیات انتخاب نموده باشد. سهمش در حفظ و معرفی نادرترین بخش‌های فرهنگ مردمی
خیلی کلان است. خصوصا شهاب‌الدین آن گفتارهای موسیقی که از طرف دیگر محرران نوشته میشد با خواهش من از بس که مولا شهاب‌الدین در همون رداکسیا یکی از بهترین تحریر کنندگان همین رداکسیا بودن، همون گفتارهای موسیقی من شخصا خواهش میکردم از شهاب‌الدین که تحریر کنند، یک بار دیگر از نظر گذرانند، بعد به نزد من بیارند و من آن چیزها را خوانده ایستاده باوری کامل داشتم و یگان شبهه را داشتم که مولا شهاب‌الدین در لحظه‌های تحریر کردن این یا آن گفتارهای موسیقی یگان کمبودی پیدا نمیکرد. و بعد از این البته ما با کارگردان نام اون کس تقوی مراد بود مراجعت میکردیم و اون کس منتج کرده ایستاده بعد با افیر پیشنهاد میکردیم. مولا شهاب‌الدین در حقیقت همه طرفه از جهت تحریر کنی برنامه‌های رادیو گفتار موسیقی یک همتا نداشتند. نظر اگر در مقایسه نظر با دیگر محرران این کس یک چند زینه یعنی سواد بلند که داشتند خوب هم تحریر میکردند و با مردم معقول می آمد آن گفتارهای موسیقی که از طرف مولا شهاب‌الدین یعنی نوشته میشدند. در ساحه موسیقی نفری هستند که از تمام نازکی های موسیقی با خبر هستند، موسیقی را خیلی خوب میفهمند، چون در یک اویله زندگی میکنن، عمر به سر میبرن که اونجا فکر میکنم بجز فرهنگ و مدنیت و صنعت و هنر چیزی دیگری باید نباشد. هنرمندی خلقی تاجیکستان لاله عزیز و همسرشان هم شاید از همون جهت موفق شدند که یعنی که خدمت‌های شهاب‌الدین حق نظر در این راه در اینجا زیاد است. زیرا میگویند اگر اویله سالم نیست کس نمیتواند به مقصود برسد، کس نمیتواند به دوری‌های دور یعنی پرواز کند، کس نمیتواند که موفق و یعنی که بولیده باشد. استاد شهاب‌الدین حق نظر رو میتوان گفت که یک مخزن هستند، یعنی یک خزینه بوی هستند که میتوان گفت هم ادیب، نویسنده، ژورنالیست، موسیقی شناس نظم و نثر رو به درجه عالی میفهمند، درک میکنند و همچنین استاد خوبی ساحه خود هستند. اصلا استاد شهاب‌الدین حق نظر بسیار ادیب سرمحصول هستند، خیلی ایجادی خوب دارند و باور کنید هر باری که من نوشته های ایشان را مطالعه میکنم یک جهان دیگری برای من باز می شود. بسیار تصویرهای عالی دارند، بسیار خیلی زیبا وصف میکنند و من باید بگویم که استاد شهاب‌الدین حق نظر جایگاهی مخصوصی هم در ژورنالیستیکا هم در ساحه ایجادکاری، نویسندگی و هم در ساحه صنعت دارند، نقش بزرگی دارند. باور کنید استاد شهاب‌الدین حق نظر فکر میکنم یگانه نفری هستند که هم ساحه ژورنالیستیکا و ایجاد و هم ساحه موسیقی رو با هم طبعا خیلی به درجه عالی میدانند. با محمد نیازوف، برنا اسحاقووا، ظفر ناظم، مرادبек نصرالدینов، جورابек مراد و ده‌های دیگر هنرمندان معروف با دانش و ادراک و توانایی اندیشه شهاب‌الدین بهای بلند دادند. شهاب‌الدین در فعالیت کاریش مؤلف چندین کتاب‌های خاطروی و بدیعی میباشد. در تصویر حیات هنرمندان، آثار نیاگان و قصه و حکایه‌ها سبک خاصی را استفاده میبرد که خواننده را مفتون میکند. یک کتابی دارند با نام رو به خورشید که از نام یک برنامه ما گرفته شده است و نامگذاری خودی برنامه هم شهاب‌الدین حق نظر هستند و کتابشان رو به خورشید البته یک کتابی است که یعنی که تجربه های غون کرده اون کس در سالهای گوناگون از روزگار ادیبان، آهنگسازان، خونیاگران، شاعران گرفته شده است و همین گونه باز چند کتاب دیگر خیلی خواندنی در کهکشان یاد یک کتابی بسیار بزرگ جسته دارند که آن هم همین منوال از روزگار بزرگان گرفته شده است
من حس میکنم و با افتخار میگویم و با باوری میگویم که مثل شهاب الدین حق نظر ادیب کمی در کم دیدم. امروز در جامعه شهروندی ما شهاب الدین حق نظر همچون بهترین صنعت شناس شناخته شده است، زیرا او داننده خوبی بخش‌های گوناگون صنعت ملی به حساب می‌رود. دایر به فلک، شش مقام و دیگر بخش‌ها تحقیق‌های بزرگ انجام داده است. بهترین مکتب‌های بزرگ صنعت را می‌داند که زاینده چهره‌های تازه در فضای فرهنگی ما هستند. در این مدت برنامه سوق برای ساعت می اومد. نامش جوربیگ مرادوف بسیار می اومدن. مرادبیگ ناصری می اومدن. بعد در خود انسامبل شش مقام آدمایی که کار می‌کردن، مثال به مانند همین علی جان سالیف، نومان تاشتیمورف، عبدالجلیل هاشیموف، اونجا باز سید قل بلالف اونجا الکه هم تو جوان کار میکرد برابر اون دیگه موقتی سید قل بلالف. بعد نقره رحمت و من بسیار آوازی بانی دوست می داشتم. نگنه روف و مستانه ارگاش و اینا همه در اونجا کار میکردن. تخته ابراهیم و که من با اونا بیواسطه همه روپرو میشدم. با اونجا انسامبل گلشن بود. من مخصوصا همین صدای خرما تاج‌الدین مقدس را بسیار که دوست می داشتم، لیکن من اوندم که الکه مقدس در انسامبل نبود. لیکن با خرما، با همون تاج‌الدین محیدین، با بهادر نعمتوف، با مغفرت همقل و با عمر ضیاف اینا آشنایی پیدا کردم. هر روز که من باش تقاضای کار، با تقاضای مثال همون وظیفه با اونا هر روز من روپرو میشدم و این روپرو شدی من بسیار خرسند بودم که همین آدم ها رو من از نزدیک میبینم، هم صحبت میشم، با اونها گپ میزنم. این نمیدونم، این هم بخت است. این هم یک برای من یک بسیار لحظه های جالب زندگی هم گویم خطا نمی کنم. امروز شهاب الدین حق نظر همچون شخصیت دانشمند میان جامعه معروف است. او را خرد و بزرگی اهالی کشور به طفیل برنامه‌های ماندگارش میشناسند. کتاب‌هایش را مطالعه میکنند و پیش از همه او را احترام مینمایند. شهاب الدین حق نظر چون همیشگی هر صبح به خانه رادیو می آید، از همکاران خبر میگیرد و شاگردان مصلحت میدهد و خوشبخت است که در زندگیش چنین یک پیراهه زیبا و پر افتخار نصیبش شده است. همزمان شکرگزار از آن است که ساحه رادیو شنوانی روز تا روز در کشور رشد میکند و مردم فرهنگ دوست تاجیک از این کارگزاری استفاده میبرند. برای که میگن که آفتاب تیرمه چون چشم پیران خیره است، خیرگی تا چند باری باده روشن زنیم. این جهت یا میگن که من و تو تیرمه گلچینی رفتیم، خزان ها زیر پا افتاده بودن، به زیر آسمان سرد بیمیر درختان اوریان استاده بودن. بعد زمستان که اومد، در زمستان چی میبینید؟ الکی سفید پوش. من در سفید پوشی زمستان پیش از همون سربند یا قرص مادرم را میدیدم. در سفیدی زمستان من ریشهای سفید و موهای سفیدی پدرم را میدیدم. در سفیدی زمستان من یک خاموشی بسیار تام و بسیار عجیب را میدیدم که گویا که زمین در زیر همین پرده حریری برف خواب رفته است. وقتی که از همین کوهستان به مکتب میآید، از مکتب میبرید، بعد به شهر میآید، احساس به دنیای فراخ گویا که وارد میشید، از همون زادبوم گویا که دور شدن میگیرید، ولی مهر و محبت زادبوم باز افزونتر و باز زیادتر شدن میگیرد. امروز استاده وقتی که به کودکی و به همون نورسی و به همون لحظه های مکتب خانه خود پیش نظر میبرید، فکر میکنید که بهترین لحظه های زندگی انسان های است. اون وقت شما هم بیغمی، هم شوخی و بازی، هم یک شیرینی از همه عمر انسان در همون جا است. امروز وقتی که به یاد اون جوانی و اون مکتب خانه و اون لحظه های ناتکرار میرید، اونها دیگه پیدا کرد نمیتونید، لیکن او مهر، محبت، صداقت و در دل شما مانده است. همین وطن از گهواره سر میشود گفتن همین است.